سلام و وقتتون بخیر. یما سیاوش، خبرنگار پیشین و مسئول ارتباطات عامه افغانستان بانک، در انفجار صبح امروز شهید شد. رئیس جمهور غنی و مقامات دیگر این حمله را تقویه کردند. از اثر انفجار ماین جاسازی شده در کندهار 5 فرد ملکی شهید و 2 تن دیگر زخمی شدند. مقامات گفتند این حادثه در ولسوالی ارغنداب رخ داده است. معاون اول رئیس جمهور میگوید از افغانهای فقیر برای گرفتن ویزای پاکستان روزانه $100,000 رشوه گرفته می شود. وی گفته است که طرح حکومت برای نظم درخواست کنندگان ویزا تکمیل شده است. صادرات انار به کشورهای خارجی نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. وزارت تجارت و صنعت میگوید در سالهای اخیر صادرات انار نزدیک به 6,000 تن بود، در حالی که اکنون به 62,000 تن رسیده است. و انجینیر محمد خان به عوض غیرت بهیر در مشران جرگه سناتور انتصابی مقرر شد. رئیس جمهور غنی پس از سفر خودسرانه غیرت بهیر به پاکستان عضویت مشران جرگه را از وی گرفت.